این ویدیو کلیک بیت و شوخی نیست. نمیدونم میدونید یا نه، حدود 25 روز پیش کانال من از سمت یوتیوب بدون هیچ اخطاری، بدون اینکه حتی یه دونه استرایک داشته باشه یا حتی ویدیوها زرد باشه، از سمت یوتیوب دیمانیتایز شد. اونم به دلیل ساخت محتوای خطرناک و جنسی که خودتون دیگه ویدیوها رو دیدید دیگه، میدونید من اصلا همچین ویدیویی نساختم، حتی فوشم توی ویدیوام نمیدم. اونم توی شرایطی که اوضاع من از نظر مالی خیلی بد بود و نمیدونم متوجه شدید یا نه. یه چند ماهی بود، حدود 6 ماهی بود که من اصلا ویدیوی لانگ نمیذاشتم و همش ویدیوی شورت بود، چون که انقدر قرض و بدهی داشتم که یوتیوب کفافمو نمیدونم کانال کوچیک من و مجبور بودم یه جای دیگه کار کنم و تمام درآمدهای قبلی منم که از سمت یوتیوب تا به حال نقد نشده بود مصادره شد. حدود 15 روزی شد فقط صبح تا شب بلند می‌شدم گریه می‌کردم تا شب. و خب یه جوون ایرانی توان افسردگی نداره، چون بدهی به هیچ جاش نیست که روحیه تو الان چجوریه و مجبور شدم بلند شم برم اسنپ کار کنم. اما خب چه بلای قراره سر این کانال بیاد؟ حقیقتش اینه که تو این چند وقت گریه‌ام به خاطر این نبود که یوتیوب دیمانیتایزم کرد. فکری عذابم میداد که من قرار نباشه دیگه ویدیو بسازم و احساس میکردم که هویتم و یه بخشی از وجودم و اینجوری از دست میدم و واقعا دلم نمیخواد ویدیو ساختن رو کنار بذارم. اما خب همش خبر بد نیست. خوشبختانه کانال برای همیشه دیمانیتایز نشده. این تو کادر، این بذار خارج کنم. هنوزم تو کادر. خب کانال برای همیشه دیمانیتایز نشده و حدود 2 ماه و خورده دیگه اول سال 2026 میتونم دوباره درخواست بدم که کانالم رو بررسی کنن. اما خب اگه 2 ماه ویدیو نذارم عملا ریده میشه توی کانال و نمیدونم بعد چیکار کنم. و خب الان نمیدونم بعد چیکار کنم، چون واقعا تایم این که بخوام ویدیو ادیت کنم و ندارم. صبح میرم شب جنازه برمیگردم خونه و نمیدونم واقعا بعد چیکار کنم. دلم نمیخواد بیام کاسه گدایی دستم بگیرم بگم به من پول بدید من بدم ادیتور ادیت کنه و حتی اگه این کارم بکنم بعید میدونم حتی پولی جمع بشه. سعیمو میکنم از جیبم بذارم بدم ادیتور این 2 ماه یه جوری بگذره و بگم اصلا این ویدیویی نیست که داشت به من پول بدید، من به پول احتیاج دارم با اینکه دارم. ولی خب یه کارش میکنیم دیگه، همین. عشقید. چی بگم خدایی، همین. سعی میکنم نمیرم. دونیت کنید کمتر میرید. خداحافظ.